میگفت است که از روی انصاف و عدل نیست که همسر من، شوهر من در آفتاب کار کند و من در سایه بشیم. از روی عدل انصاف نیست. ببینید چنان زنهایی بودن که منتظر پایسته میستاده است وقتی که شوهرش قسم بگاه که از کار اومد چنان پریده نزد دروازه میرفته است، دستکای شوهرش بوسه کرده، قبول کرده، آب گرم کرده میمونده است. چون که آبی گرم هلاک انسان میگرفته است. پاچکاش در را میشوفته است و با خانه داخل میکرده است، در را افکار خداخت پیش میکشیده است. امروز سواتی که کدام زنی ما و شما امروز کار کرد بگوید نمیکنه. برای چی؟ چون که خبر ندارد و این حدیث ها با خبر نیست. چون که زنهای ما شما مسجد نروند، نماز جمعه نروند، صحبت عالمان نشنند، از کجا شنوند؟